دادگاه شهر دوشنبه یک زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان را که با تنقیدهایش از کار مقامات تاجیکستان شناخته بود به 13 سال زندان محکوم کرده است. رمزی وزیربیکوف ماه ایول امسال در شرایط مرموز دستگیر و حکمش پس درهای بسته در بازداشتگاه اعلان شد. تفصیلات حکم دسترس نیست. به نقل پیوندانش رمزی وزیربیکوف به بیگناهی خود تاکید کرده است. نزدیکان رمزی وزیربیکوف به رادیو آزادی گفتند حکم او روز 5 نوامبر اعلان شد. کوشش ما برای گرفتن شرح مسئولان دادگاه دوشنبه تا اندم به نتیجه بود. یکی از پیوندان وزیربیکوف روز 8 نوامبر گفت او بر اساس دو بند قانون جنایی گناهکار شده است. یکی اشتراک در اتحاد جنایی و دیگر دعوت عمومی برای به زوری گرفتن حاکمیت و یا تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی در اینترنت. در مرافعه آخر هنگامی که حکم اعلام میشد، رمزی وزیربیکوف همه اتهامات را رد کرده جرمها را بی‌اساس دانسته است. نقل کرد یکی از پیوندانش. به گفته پیوندانش رمزی وزیربیکوف وکیل مدافع دولتی دارد ولی رادیو آزادی تا حال نتوانسته است با او تماس گیرد. رمزی وزیربیکوف که سالهای آخر در روسیه میزیست ماه ایول امسال و پس از حادثه‌های خونین بدخشان همراه فعال دیگر آرز وزیربیکوف در شرایط مرموز از مسکو به تاجیکستان آورده شد. آنها در نواری که توسط صحیفه‌های نزدیک به مقامات نشر و پخش شد گفتند که اختیاری به تاجیکستان برگشتند تا درباره حادثه‌های بدخشان بیانات بدهند. این در حالی است که پیشتر در نوارهای جداگانه گفته بودند که اگر آنها در تاجیکستان پیدا شدند سفرشان اختیاری نیست بلکه آنها را ربودند. پیوندان رمزی و آرز وزیربیکوف بارها درباره قانون شکنی ضمن تفتیشات و شکنجه شدن آنها صحبت کردند. دادگاه شهر دوشنبه هفته پیش آرز وزیربیکوف را به 16 سال زندان محکوم کرد. نزدیکانش حکم را بی‌اساس دانستند. پس از تظاهرات و ناآرامی‌های ماه امسال در ولایت مختار کوهستان بدخشان که با مرگ 10 نفر انجامید، مقامات انتظامی تاجیکستان 100 نفر از جمله 10 فعال مدنی را دستگیر و بعضی را به سالهای دراز زندان و حبس ابد محکوم کردند. بازداشت‌شده‌ها و نزدیکانشان میگویند گناهی نکردند و اتهامات بی‌اساس است. سازمان‌های حامی حقوق حکومت تاجیکستان را برای این گونه برخورد سخت تنقید کردند. از جمله دیدبان حقوق بشر از حکومت تاجیکستان خواست به محاکمه‌های ناعادلانه ساکنان بدخشان پایان داده بازداشت‌های غیر قانونی آنها را بس کند.